دوستان عزیزم سلام، من امیر هستم و خوش اومدید به کانال خودتون پیکسلند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و پر از انرژی مثبت باشید. اومدیم با درس هشتم دوره مقدماتی تا پیشرفته فتوشاپ و قرار یاد بگیریم که چطور میتونیم از ابزار لسو تول استفاده کنیم و اصلا لسو تول کارایش چی هست توی برنامه فتوشاپ و آیا زیر مجموعی داره نداره. سوال برامون. خب من اینجام که بهتون آموزش بدم، لطفاً تا آخرین ویدیو همراه من باشید و یادتون نره که من پیکسل به پیکسل کنار شما خواهم بود. خیلی خوب دوستان، میریم برای شروع آموزش درس هشتم و اینکه بدونیم مثلا لسو تول چی هست، چه ابزاریه و کارش چیه. همیشه گفته بودیم توی قسمت‌های قبلی دوره‌های 0 تا 100مون که نوار ابزارها همیشه قسمت چپ ورک اسپیس ما قرار داره. از بالا گزینه سوم لسو تول انتخاب می‌کنیم یا میتونید کلید میانبر L رو فشار بدید تا این ابزار انتخاب بشه و همینطور که می‌بینید یه فلش بغلش داره که یعنی شامل زیر مجموعه هاییه که لسو تول، پلیگان لسو تول و مگنتیو لسو تول که قراره با ستاش کار کنیم و با کارهایی که توی برنامه فتوشاپ دارن آشنا بشیم. خیلی خوب، ما با ابزار لسو تول این سلکشن میمونه که توی درس‌های قبلی با سلکشن رکتانگل مارکیو تول و الیپتیکال مارکیو آشنا شدیم که رکتانگل مارکیو تول میومد به صورت مربع یا مستطیل برای ما سلکشن یا اون فضایی که می‌خواستیم رو سلکت می‌کرد به این شکل، یا میتونستیم بریم سراغ الیپتیکال مارکیو که به صورت دایره برای ما میتونه سلکت کنه فضامون رو، یا به صورت بیزی که تو درس‌های قبل باهاش آشنا شدیم و توضیح دادیم که چه کارهایی داره. اگر حالا آشنایی ندارید با این ابزار میتونید تو قسمت‌های قبلی رو ببینید دوستان و اینکه کاراییشو یاد بگیرید. خب بریم سراغ لسو تول. لسو تول رو انتخاب می‌کنیم. ما با ابزار لسو تول مثل سلکشنه ولی خب دستمون خیلی بازتره. یعنی چی؟ یعنی هر جوری که دوست داشته باشیم میتونیم سلکت کنیم. توی قسمت‌هایی که سلکشن بود میتونستیم کلیک کنیم، درگ کنیم تا سلکشن ما ایجاد بشه. ولی داخل لسو تول ما باید یک کلیک کنیم و کلیک چپ موس رو نگه داریم. لطفاً دقت کنید، یک تک کلیک انجام ندید. کلیک چپ موس رو نگه دارید و تا موقعی که سلکشنتون تموم نشده رهاش نکنید. ببینید من کلیک چپ موس رو نگه داشتم و دارم به درگ کردنم ادامه میدم تا به نقطه اولی که رسم کرده بودم برسم و ول میکنم. همونطور که میبینید سلکشن ما رسم میشه. یه کنترل دی بزنم از حالت دی سلکت در بیاد. مثلا من میخوام اینجا دست رو سلکت کنم، یه کلیک میکنم، نگه میدارم کلیک چپ موسو و به درگ کردنم ادامه میدم تا به اون نقطه اولیه برسم. خودش خود به خود سلکشن برای ما ایجاد میکنه. این بود ابزار لسو تول و کاراییش. میریم سراغ زیر مجموعه یعنی پلیگان لسو تول. برای اینکه بخوایم با این ابزار بهتر آشنا بشیم من یه عکس دیگر رو وارد میکنم که به شکل یه مکعب هستش و گوشه های گردی داره و تو این قسمت میتونیم خیلی راحت تر متوجه این ابزار بشیم. پلیگان میاد برای ما چیکار میکنه؟ ما اگه یک تک کلیک کنیم میبینید یه خطی رو برای ما رسم میکنه که از اون مرکزی که رسمش کردیم، من معذرت بخوام، از اون مرکزی که اون نقطه یا اون پوینت رو گذاشتیم و رسم کردیم میتونیم 360 درجه این خط رو میبینید من هر جوری بخوام میتونم 360 درجه بچرخونمش. وقتی یک کلیک اینجا کنیم ما میخوایم این قسمت رو کلیک کنیم، میام قشنگ همین راستا قرار میگیریم، یک کلیک دیگه انجام میدیم. میبینید این قسمت رو برای ما سلکت کرد. دوباره من میارم اینجا پلیگان رو یک کلیک میکنم، دوباره نگاه میکنیم، یک کلیک دیگه، یک کلیک دیگه و به همین شکل میتونم من سلکشنم رو ادامه بدم. و اگر حالا توی سلکشنتون این سلکت رو انجام دادید و دیدید که مثلا توی این قسمت میبینید رفته به سمت بالا یا اصلا من اینجا دستم خورده اشتباهی یه دونه خط کشیدم اینجا، بخوام پاکش کنم چی؟ فقط کافیه روی کیبوردمون دکمه بک اسپیس رو بزنیم. میبینید یک نقطه میاد عقب‌تر. هر موقع من بک اسپیس بزنم یک نقطه عقب رو برمی‌داره و من میتونم از یک مرحله قبل‌تر دوباره شروع کنم به سلکشن. و دوباره وقتی سلکشنمون تکمیل شد به این نقطه اولیه برسیم، زیر آیکون پلیگان تول ما همونطور که میبینید یک دایره رسم میشه. میبینید یک دایره داره نشون میده که اگر با هم متصل کنیم سلکشن ما ایجاد میشه.
خب یه چیزی رو که حالا باید توی ابزار پلیگان تول بدونیم، وقتی ما کلیک کنیم میدونیم که 360 درجه میتونیم بچرخونیم هر جوری که دوست داشتیم، خط رو رسم کنیم. ولی اگر دکمه شیفت رو روی کیبورد نگه داریم، همونطور که میبینید دیگه نمیتونیم 360 درجه بچرخونیمش. یه خط صاف یا با زاویه 45 درجه و 90 درجه برای ما رسم میکنه. ببینید معنی موس رو من از زوم در بیارم اول. همونطور که میبینید به صورت زاویه 45 درجه و 90 درجه خط رو برای ما رسم میکنه که میتونید همین کار رو با نگه داشتن دکمه شیفت انجام بدید و اگر دکمه شیفت رو رها کنید برمیگرده به اون حالت 360 درجه‌ای که خودش داشت. و اگر هم خواستید که مثلا سلکشنتون به این شکل بود خراب شده بود، خواستید کلا از اول این سلکشن رو با پلیگان انجام بدید، روی کیبوردتون دکمه اسکیپ رو فشار میدید. دکمه اسکیپ رو که بزنید کلا سلکشن ما پاک میشه و میتونیم از اول سلکت کنیم. این بود ابزار پلیگان تول. زیر مجموعه ابزار لاسو تول که پلیگان تول یه زیر مجموعه دیگه هم داره به اسم مگنتیو لاسو تول که اگه روش کلیک کنم این همون مگنتیو این همون پلیگان تول برام عمل میکنه. ولی خب به چه شکل؟ اگه من اینجا کلیک کنم و درک کنم، همونطور که میبینید یک مربعای یک نقطه‌ای کوچیکی رو داره خودش. من کلیک نمی‌کنم و من فقط دکمه چپ موس رو نگه داشتم و دارم درک میکنم. همونطور که میبینید خودکار میاد برای ما این آهنربا جاهایی که میخوایم رو برای ما میگیره. و مگنتیو پلیگان تول دوستان بر حسب رنگ انجام میده، یعنی میاد رنگ رو میشناسه و بر حسب رنگ سلکشنش رو انجام میده. چون الان بک‌گراند اینجا سفیده، خیلی راحت میتونه این کار رو برای ما انجام بده. پس یه حالت آهنربایی داره مگنتیو پلیگان تول که من وقتی میبینید همین شکلی هم میام به پایین، هر جوری که بخوام برای من صورت آهنربایی سلکت میکنه. این هم ابزار مگنتیو پلیگان که باش آشنا شدیم و حالا میریم سراغ آپشن بارشون. دوستان آپشن بار قسمت لاسو تول همشون مثل همه، ولی خب مگنتیو لاسو تول یه گزینه‌های بیشتر داره که میخوایم با هم توضیح بدیم و یاد بگیریمش. این قسمتی که توی قسمت‌های قبلی کاملا و مفصل راجبش صحبت کردیم، صفر تا صدش و کاراشون رو گفتیم که میتونید توی قسمت قبلی‌ها آموزشمون که دوره 0 تا 100 هستش رو تماشا کنید و راجبشون یاد بگیرید و امیدوارم که از آموزش لذت ببرید. گزینه جلویش چیه؟ گزینه جلویش فدره. فدر یعنی چی؟ میاد برای ما اون سلکشنی که داشتیم و یه محو شدگی ایجاد میکنه، یه محو شدگی نرمی ایجاد میکنه، یا میاد برای ما فید ایجاد میکنه. مثل همون که توی رکتانگل مارکیو داشتیم، همونطور که گزینه فدر رو داشتیم که نشون دادیم فدر دقیقاً چی کار میکنه. توی همین ابزار هم میاد گوشه ها رو برای ما خیلی نرم و یه محو و یه فید شدگی برای ما گوشه ها ایجاد میکنه. توی همین آپشن بار مگنتیو لاسو تول، مگنتیو پلیگان تول معذرت میخوام، گزینه‌ای داره جلوش به اسم آنتی الیاس. آنتی الیاس یعنی چی؟ همین کار فدر رو انجام میده برای ما اگه تیکش خورده باشه، ولی با حساسیت بیشتر، خیلی حساسیت بیشتر، و سعی میکنه اون محو شدگی اون فید شدگی رو برای ما بهتر انجام بده. گزینه بعدی گزینه داریم به اسم کنتراست که میاد برای ما این کار رو انجام میده که میزان حساسیت ابزار ما توی سلکشن چقدر باشه. و اینو همیشه یادتون باشه که توی ابزار در قسمت آپشن بار توی قسمت کنتراست یک چیزی که باید بدونیم اینه که برعکس عمل میکنه. یعنی اگه روی 10% باشه، اون دقت سلکشن، اون دقتی که داره روی کار برای سلکشن ما خیلی زیاده، و اگر روی 100% بذاریم از اون تمرکز و دقت ابزارمون میاد پایین توی سلکشن. به طور مثال الان روی 10 من اگه بخوام با مگنتیو پلیگان کار کنم، همونطور که میبینید خیلی با دقت و ظریف سعی میکنه بهترین سلکشن رو برای من انجام بده. درسته؟ حالا اگه من بیام کنتراست رو بذارم روی 100 و اوکی رو بزنم و بیام این کار رو انجام بدم، و اگه دقت کنید ببینید که زیاد برای من دقت آنچنانی رو نداره، یعنی اینکه نمیتونه به خوبی خودش ایجاد کنه، بعضی جا رو منحنی و میره به سمت بالا، خاطر همین دقت این ابزارمون میاد پایین. پس همیشه یادتون باشه اگه بالاتر باشه دقت ابزار توی سلکشن میاد پایین، و اگه پایین تر باشه دقت ابزار میره به سمت بالا.
یه گزینه هم روبروش هست که به اسم frequency هستش. به ما نشون میده که چند تا این پوینت ها رو میتونیم نصب کنیم به این نقطه ها رو، و یعنی ما میتونیم 57 تا رسم کنیم توی سلکشن. گزینه بعدیش هم که اسمش سلکت اند ماسک هستش که فعلا راجبش توضیح نمیدیم، در درس‌های بعدی مفصل راجبش توضیح میدیم که مختص یک ابزار دیگه است که بهتر میتونیم باش متوجه بشیم. و اینکه دوستان کل کارایی و کاربرد ابزار لست تول همین بود تا اینجای کار و این آموزش هم تموم شد. مرسی که ما رو دنبال میکنید، مرسی که ویدیوها رو تماشا میکنید، لایک میکنید، باعث انگیزه ما میشه و اینکه ما رو تشویق میکنید که بهتر و قوی‌تر جلو بریم مسیرمون رو. و مرسی که همیشه کنار ما هستید و یادتون نره که حتما هر درسی رو نگاه میکنید تمرین کنید و هر سوالی داشتید داخل کامنت ها از ما میتونید بپرسید و یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. موفق و پیروز باشید.